سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونی که یه هنرمندی یه استایل رو برای سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب همه چیز از این ویدیو شروع شد. این ویدیو بررسی استایل خانم پریناز ایزدیار برای جشنواره کن 2025 بود. خیلی‌ها کامنت گذاشتن و این استایل رو پسندیدن و خیلی‌ها هم گفتن این چیه پوشیده، این خیلی لباس ساده‌ایه. ببینید بچه‌ها، همونطوری که توی این ویدیو براتون توضیح دادم، استایل پرسونالیتی ها دسته‌بندی‌های مختلفی داره، اما 4 تا از رایج‌ترین هاش رو من توی این ویدیو براتون توضیح دادم. در واقع میخوام بهتون بگم که چی میشه که ما این همه نظرات و سبک و سلیقه‌های مختلفی داریم. بحث همون استایل پرسونالیتی ها میشه. افراد یه سری خصوصیات و ویژگی ها و انرژی های درونی برای خودشون دارن. برای مثال من یه سری ویژگی ها و صفات و انرژی درونی دارم، یه سری ارزش ها برای خودم دارم. دوست من، دختر خاله من، خواهر من یه سری خصوصیات و ویژگی های دیگه‌ای برای خودش داره. خروجی همه اینها این میشه که ما نظرات خیلی مختلفی داریم. وقتی یه استایلی رو میبینیم میپسندیم طبق اون سلیقه‌ای که داریم یا نمیپسندیم. برای مثال کسی که رمانتیکه، عاشق چینه، عاشق پف، عاشق آیتم های گلیه، لباس هایی که جنس حریر دارن خیلی براشون مناسبه، لباس هایی که جنس های خیلی نرم و لطافت دارن خیلی براشون مناسبه. خب 100% یه همچین شخصیتی زمانی که یه شخصی رو میبینه با کاراکتر شخصیتی دراماتیک شاید خیلی نمیپسنده. چرا؟ چون دراماتیک ها کلا افرادی هستن که جلب توجه میکنن، اعتماد به نفس بالایی دارن، عاشق خطوط زاویه دار و تیز هستن، عاشق رنگ های بولد و جیغ هستن، در صورتی که رمانتیک ها عاشق آیتم های آب نباتی و پاستلی هستن. این میشه، یعنی در واقع میخوام بهتون بگم این که تو چشم یه سری از ماها یه سری از استایلا اینقدر توماچه یا خیلی شیک و حالا با وقار به چشم ما میاد، از اینجا در واقع داره نشأت میگیره، از همون استایل پرسونالیتی ما، یعنی اون کاراکتر شخصیتی که داریم. کاراکتر شخصیتی ما هم مجموعه ای از انرژی های درونیمون، صفاتمون، ارزش هایی که ما داریم، ارزش هایی که برای ما بیشتر اولویت هستند، چون ارزش های ما خیلی زیاده. ممکنه 500 تا 1000 تا 300 تا ما ارزش داشته باشیم، منتها ما 5 تا یا 10 تا از این ارزش ها توی اولویت هستن برای ما. مجموعه ای از اینها با اون روحیات درونیمون داره اون کاراکتر شخصیتی ما رو میسازه. شاید زمانی که دارین این ویدیو رو میبینین درک این که وقتی دوست شما از یه چیزی خیلی خوشش میاد و اون چیز برای شما خیلی ساده است یا خیلی توماچه بیشتر قابل هضم باشه. چرا؟ چون حالا به این فکر میکنیم که آهان کاراکتر شخصیتی اون با من فرق میکنه، روحیات درونی اون، انرژی که اون داره با من فرق میکنه که داره یه همچین آیتم هایی رو میپسنده و من برای مثال با استایل پرسونالیتی متفاوت از اون دارم حالا آیتم های دیگری رو میپسندم. همینطور هم شاید الان دیگه استایل هنرمندا رو که ببینیم، برای مثال اینجا خانم پریناز ایزدیار یه استایل کلاسیک زده. شاید وقتی ببینیم بگیم که درسته، از نظر مثلا من دراماتیک ساده است، ولی ایشون سبک شخصیش این شکلیه. راستش چون دیدم که این ویدیوی من خب خدا رو شکر بازدید خوبی داشت و خیلی کامنت گرفتم، دوست داشتم که یه ویدیویی مثل الان بسازم و در موردش توضیح بدم که چی میشه که نظرات مختلف ما داریم. چون دیدم نظرات خیلی متفاوته، یکی خیلی میپسندید، یکی اصلا نمیپسندید. دوست داشتم این ویدیو رو بسازم که اونایی که علاقه‌مند هستن متوجه بشن که داستانش اینه که اینقدر نظرات با هم فرق میکنه و شاید الان بهتر درک کنیم که اوکی، من مثلا با شخصیت دراماتیکی که دارم، ایشون با شخصیت نچرالی که داره، الان من میپذیرم. حالا کلاسیک خیلی ساده است، نچرال خیلی طبیعیه، یا حالا مدل های مختلف دیگه. اینو هم بگم که استایل پرسونالیتی ها دسته‌بندی زیادی داره. برای مثال الورین ما داریم، کریتیو داریم، گیمین داریم، ولی من سعی کردم که 4 تا از رایج‌ترین هاشو توی این ویدیو براتون بگم و بهتون
پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو ببینید. ویدیوی بعدی که میخوام در موردش براتون صحبت بکنم در مورد درس کدها هست. درس کد یا کدهای پوششی در مورد این صحبت میکنه که ما توی موقعیت‌های مختلف چی باید بپوشیم و چرا من چندین تا ویدیو در این مورد ساختم و به نظرم خیلی مبحث مهمیه که ما باید توی موقعیت‌های مختلف استایل مناسب اون موقعیت رو داشته باشیم و ویدیوی بعدی در این مورد هست. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و فعلا تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.